بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمدی به روستای سروبی. من تقریبا 40 سال ناخودم دریا میریم، ماهی میگیریم، صیادی میریم، گردشگر میبریم، دور میزنیم، میاریم. سر کارمون با گردشگری، با دریاست، با سیادی است. اینجا جای سیادیه و چیه روستای سروبیه. مردم اینجا همه کارشون سیادن و میرن از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 8 صبح. ماهی میگیرن، میگو میگیرن و میارن و میبرن تو روستا، به همین روستا کاشون هم مهمانان و روستان هم میفروشن و کارشون اینه. و روستای ما به خاطر که هم شورا، هم دیار، هم مردم با هم دستن و خیلی بازی داریم از اینجا، هم اسکله گردشگری هم سیادی. اگه مشتری نباشه که هیچ. اصلا کار مشتریه، گردشگر که میاد رونق کارمون بیشتر میشه. خوشحالیم که تشریف کنم.